به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی اشعار زیبا شروع میکنیم. رقص با گذرنامه جعلی، نویسنده شمس لنگرودی هستش. کتاب بسیار زیبایی هست. با من همراه باشید تا این کتاب رو با هم کشفش کنیم. ابتدا درباره شمس لنگرودی مطالبی رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. محمد تقی جواهری گیلانی، معروف به شمس لنگرودی، در سال 1329 در محله السید عبدالله لنگرود متولد شد. وی در دبستان کوروش و دبیرستان‌های امیرکبیر، ملی، محمدیه و خیام شهر لنگرود تحصیل کرد و در سال 1348 دیپلم ریاضی گرفت. علاقه پدر به شعر و کتابخوان بودن مادر سبب شد که به شعر و ادبیات علاقه‌مند شود و در سال 1346 اولین شعرش که تقلیدی از اشعار نادرپور بود در هفته‌نامه امید ایران چاپ شد. وی در سال 1354 به تهران رفت و در دبیرستان دخترانه خوارزمی مشغول به تدریس ادبیات فارسی شد، ولی پس از چند ماه به دلایل سیاسی از کار اخراج شد و به رشت بازگشت. نخستین دفتر شعرش رفتار تشنگی را با هزینه شخصی در سال 1355 منتشر کرد. خود او معتقد است که انتشار این کتاب در واقع خداحافظی با دوره خاص فکری و زیبایی شناسی و آغازی دیگر در نوع تفکر ادبی او بوده است. در سال 1358 با فرزانه داوری ازدواج می‌کند و در همان سال از محل کارش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران که 2 سال در آنجا مشغول به کار بود اخراج می شود. خب با همین کتاب رو ورق میزنیم تا ببینیم آقای لنگرودی ما رو با شعر به کجاها میبره. رفیقم ناظم، گفتی که بهاری در راه است. در دل برف مانده ایم. برف به کمرگاهمان رسیده. چراغ روشنمان چشمهای گرگ است. باد نیست که به هر سومان میوزد. آههای بچه‌های گم شده بر زمین است. بغض جوانیمان بیرون مسافرخانه‌های سر راه است. راه‌های مسدود شده آیا باز می‌شوند؟ پلیس سر تعظیم فرود می‌آورد و گرگ‌ها جمله گیاهخوار می‌شوند. ناظم، شاعر مهربان، چه بگوییم؟ استخوانم می‌لرزد. دیگر حرف مشکل گشای سفره ما نیست. ما آبستن گرگیم. کاش ماه تو پرده آسمان دودیمان را می‌درید که فقط یک شب چیزی را ببینیم که تو وعده داده بودی. مرگ همکنون طلبکار ماست. صبح زنگ خانه‌مان را می‌زند که چرا دیر کرده ایم و درد نیز طلبکارمان است. بانک‌ها به جای سود ماهیانه به حسابمان زخم‌بند می‌فرستند. اختلاسگران وعده داده‌اند که سعادت بیرون در است و رمز عبور می‌فروشند. آی ناظم، پاسخ به پرسشمان را روزی خواهی داد. روزی که از صدای استخوان تو نی می‌سازیم. نی ساز ماست که می‌شود اندکی با آن گریه کرد. ناظم، هدایت ما صادق بود. چرا به رمز هدایتمان اعتنایی نکردیم؟ آه رفیقم ناظم، ما سرباز تو بودیم. تو به ما گلوله مشقی داده بودی. دشمن ما بمب‌های هیدروژنی در دکمه‌های جلیقه‌اش پنهان داشت. خودکار ما پرجوهر شعر بود. جوهر او
غبار مردگان فراموش شده. پاهای ما از محبت و صلح بود. او پای نداشت و به سر می دوید. رفیق عزیزم ناظم، بیا و گلوله کاغذینت را بیرون بیار. به مجسمه ها شلیک کن، دور و برت را ببین و آهسته فرار کن. انسان سنگ شده از کاغذ ترسی ندارد. ناظم مهربان، مرگ گوش‌های عزیز تو را بسته است و نمی‌شنوی رنج‌هایمان را. ما در کنار توییم و مرده از مرده خبری ندارد. سوار کشتی بادبانی شدم، از رودخانه و دریاها گذشتم، از سنگلاخ‌های زیرزمینی و بادها گذشتم. دستهای تو در دستم بود. منقار پرندگان از موسیقی واگنر خیس بود. تخت پاره های کشتی از خاطرات درخت بریده در کارخانه سخن می گفتند. مژه های تو در نور، رده های باران در موسیقی باخ را بیاد می آورد و دست تو در دستم بود. با کشتی کاغذی تنها رویاست که مرا هر سوی میبرد و باز میگرداند به اتاق زندانم تا بنشینم و کشتیهایم را بسازم. ناظم، تو رئیس جمهور قلم، ما سربازان وطن، تو سارق مشق‌های زنندوزان، همسایه رویاها که نقشه راه را بشناسی. ما کارگران ساده راهسازی، بگو چگونه از این خاک که نشست کرده رها می شویم؟ ناظم، تو عقاب و ما کبوتر کوهساریم. پوستت از جنس پوسته آفتاب، پوست ما از برگ ستارگان. تو ژنرال صفحات سفید، اینک مرگ که سراپامان را فرا گرفته و خانه من غرق در مرداب شرارت. کفش های تو از باد بود، کفش نازک و پرپری من از جنس کاغذ پروانه ها. از خیابان به خانه که می آییم قفل در خانه من را عوض کردند. شب زیر باد خیال های من باید بخوابیم. تو رئیس جمهور ما بودی ناظم. دستور چیست؟ ما که آماده خانه‌زادیم و چیزی از خود نداریم. خب یکی دیگه از اشعار این کتاب رو برای شما میخونم. آهسته و آرام با خود حرف میزنم. آرامتر اشاره میکنم. اینجا زیر زبان من جاسوسی به خیال من دارد گوش میکند. در دود اگزوز اتوبوسی که عبور میکند، در جعبه شکلات، زورقهای قرصهای مسکن، آرامتر به خیال خود پناه ببرد. آنان همه جا حاضرند. اینجا من از سکوت ممتد گربه ها می ترسم. وقتی که به دوردست های تهی خیرند، از لرزش فواره ها که بالا می رود و پود شده روی لباس هامان می ریزد. آنان همه جا حاضرند. آنان زیر زبان من در جلد شناسنامه ها و زیر حروف الفبا چیپ های ذره‌بینی گذاشته از گذشته من عکس میگیرند. ماه را ذوب کرده در کمپانی های طلا می فروشند. ساعت چند است؟ باید بروم به سلولم، برگردم. هوا ناظر است که کلماتی با شما رد و بدل کردم. این دفعه وایس رو با خوانش متفاوتی ادامه میدم. کمی از این کتاب برای شما توضیحاتی هستش که میخونم. رقص با گذرنامه جعلی که 27مین مجموعه شعری شمس لنگرودی به حساب می آید، در قالب سپید و با مضامین مختلف سروده شده.
و شعر ناظم که در این کتاب قرار دارد مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر این شاعر بزرگ و توانا می‌توان به عشق، زندگی، تنهایی و روزمرگی اشاره کرد که با زبانی ساده و نزدیک به محاوره نوشته شده و نمایانگر جهان تازه‌ای در ادبیات و شعر سپید برای مخاطبان است. رقص با گذرنامه جعلی 128 صفحه دارد و شاعر تلاش کرده با ساده نویسی کلام و روان به مخاطب و ذهنش نزدیک شود و بتواند از تحت تاثیر دیگران بودن فاصله بگیرد. شمس لنگرودی نه تنها شاعری بزرگ و پرمخاطب است، در زمینه‌های فیلمسازی مستند، موسیقی و خوانندگی نیز بسیار فعال بوده و در این شاخه‌ها نیز طرفداران خاص خودش را دارد. با شبی که در چشم‌هایت در گذر است، مرا به خوابی دیگرگونه بیداری بخش، چرا که من حقیقت هستی را در حضور تو جستم و رویاروی تو صبحی است که رنج شبان را از یاد میبرد. خب این آخرین شعری بود که برای شما خوندم. اشعار بسیار کمی از این کتاب در اختیار من هستش. امیدوارم که اگر از این اشعار خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب‌های شمس لنگرودی بسیار زیباست و خوانش اینشون هم بسیار زیباست که اگر بتونید کتاب‌ها رو به صورت صوتی تهیه کنید میتونید از صدای ایشون هم بهره مند بشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که در اشعار بعدی از ایشون بتونم شعرهای بیشتری رو برای شما بخونم. سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.